در بالای سری ما، من یک خواهر اسلامی شما، من یک مراتبه سخنهای شما را شنیده از روی سخنهای شما به خدا قسم اصلاحیت پیدا کردم و خیلی منت دارم. شوهر من نشأمند است، پدر و مادرش هرچند طبابت میکردند او بس نمیکرد. یک روز من در راست در ایستاده به او گفتم اگر از این کار باز نمی ایستی مرا طلاق ده. مجبورش کردم. او در غضب آمد و گفت 8 طلاقت کردم. خب 2 ماه بعد من به خانه پدرم آمدم. قریب 1 سال می شود که رفت و آمد نداریم. یگان مبلغم بر من روان نمی کند. در شهر دوشنبه زندگی می کند. تلفن کرده گفتن که آمدم می برم. من گفتم تو مرا طلاق کردی. او به گردن نمی گیرد. من طلاق نکردم میگوید. من هم از خاطر فرزندهایم جدا شدن نمی خواهم. التماس با سوال من درست جواب گویید و در حق من و شوهرم دعا کنید. اگه خواهر ما خیلی خواهری با انصاف است و الا باور کنید چه برای مرد چه برای زن ناقابل، زن ناخوب باشد یا شوهری نشأمند و شوهری خیلی گویم که ظالم و شوهری گویم نابکار باشد، زنها اکثریتش دلمانده می شوند با این خیل شوهر زندگی کردن اصلا نمی خواهد. لیکن خواهر ما که اکو صاحب فرزندند، صاحب فرزند هستند و خواهیشان این است که با این شوهرشان زندگی کنند. برای همین خواهر عزیز من در باب طلاق یگان فتوا دادن نمیتونم. امروز مرکز اسلامی هست. اگر طلاق گویید تو طلاق شدگی هستی. وقتی لفظ 8 طلاق که از زبان این برآمد تو 3 طلاق شدگی هستی. از 3 که زیاد شد همین 2.5 طلاق گفت 3 طلاق می شود. از 2.5 طلاق اون طرفش هر چندی که عدد گیرد همگیش 3 طلاق واقع می شود. و این خاطر شما میتونید مرکز در رفته مراجعت کنید. به خاطر در حالت نشأمندی باشد و مست باشد شاید در اونجا عالم ها یگان فتوای برای شما یابند یا نمیابند. مقصد تقدیر شما اونجا حل می شود. لیکن من یا مراجعت دارم که پدرای عزیز دخترهاتون نشأمندها را ندهین. دختری من وقتی در دست یک آدمی نشأمند نابسه او دختری رئیس است، او دختری کدام اگر منصبدار نباشد یا کدام دختری کلانزاده نباشد، بچه کلانزاده نباشد، اگر وقتی من دخترم به خاطر پول او منصب او و همین خیل جوانی گویم که بد اخلاق بد فعل نشأمند وقتی دادم، الله میگه تو صله رحم بین دختر و بین پدر بریده شد. تو بیرحمی نسبت فرزندت کردی. به این خاطر جوانای عزیز این راه ناجوان مردهاست. این راه را هیچ وقت برای خود مبادای و سوی خدا پناه طلب کنید و در این راه قدم نزنید. نه نوشیدنشه، نه کشیدنشه، نه فروختنشه. هیچ وقت در خودتان راه ندهید که در پیشگاه پروردگار به خدا قسم از کرم لای خورک دیده شما به قدر هستید. برای همین دخترها ما نه به این خیل جوانها میدهیم، نگوییم این خیل جوانها را برای خود داماد انتخاب میکنیم. ما باید دخترمان در شخص دهیم که دختر ما صاحب راحت شود، دختر ما صاحب سخن خوب شنیدن شود، دختر ما خدا را آزادانه عبادت کند، دختر ما از روی آداب و اخلاق خوب شوهر خسر و خوشتامنش احترام کند. ما خواهرهامون را در این خیل جوانا میدهیم یا ما جوانهای سالم و درست برای خود باید داماد گیریم. میلش خواهر عزیز شما مراجعتی در مرکز کنین، مفتیات ده انشاءالله اونجا ده برای شما هر چی که گوید. طلاق گویید تو طلاق شدگی هستی. سلام اکی حاجی میرزا، من یکی از بنده های خدا از شهر دوشنبه خواهش میکنم با سوال من جواب انیق گردانه. انشاءالله من تا امروز جوابی غیر انیق دادگی نیستم. هر چی گفتم انیق است انشاءالله. من از خدای خود باوری دارم. چیزی گفتم با سند و با دلیلش گفتم. لیکن هر مسئله که میگویم فراموش نکنید
از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نیست برادر عزیز، زیرا ما خودمان مقلدی به مذهب هستیم، ما پیروی مذهب هستیم. یکم، آیا شوهر کردن زن فرض است یا سنت؟ زن گرفتن و شوهر کردن سنت است. در مسائل فقهی می آید اگر جوان صاحب پول حج شد، خب زن ندارد، زن گیرد یا حج کند، صاحبای کتاب میگویند حج کند زیرا حج فرض است، زن گرفتن سنت است. در حدیث پیغمبر خدا هست اون قصه ای که برادرایی که اگر حدیث خوانند، قصه 3 نفری که خانه پیغمبر خدا آمدن و از عبادت پیغمبر پرسیدند که پیغمبر عبادت های شبش چخیل است. وقتی این 3 نفر در حدیث ها میاد که کدام زن پیغمبر نامش گرفته نمی شود، با یکی از خانه های پیغمبر آمدن. وقتی زن او بیان کرد، این 3 نفر صحابه پیغمبر گویم که عبادت پیغمبر خیلی کم شماریدن، گفتن همین قدر عبادت دارد؟ گفتن بله همین قدر عبادت دارد. یعنی مقصد ما از پیغمبر را دیده زیادتر عبادت کرده میتونیم. خب یعنی آدمای با ذوق و با شوقی در عبادت خدا زیاد بودند، لیکن حبیب خدا میدانید که چه عبادت کند. و آخر دا گفتن خیلی وای پیغمبر است، خدا اول آخری گناهی وای بخشیده، ما با پیغمبر چی کار داریم؟ وقتی از خانه بیرون شدن، حبیب خدا که آمد به خانه زنش پرسید، گفت 3 نفر آمد از عبادت تو پرسیدن، من عبادت شب تو را، روز تو را برای او بیان کردم، اونا خیلی ناچیز شماریدن. حبیب خدا آمد 3 نفر یافت، گفت شما بودین خانه من رفتین؟ گفتم بله ما بودیم خانه شما رفتیم. گفت شما پرسیدین که من چگونه عبادت دارم؟ گفتم بله. گفت قسم به خدا که من از شما دیده از خدا میترسم، من از شما دیده از پروردگارم زیادتر میترسم. لیکن اون برای اونا 3 کس قصد کردن، یک تاش گفت من ابدی روزه میگیرم، اصلا دیگر روزه من نمیشکایم. ببینید یک تا دیگه چی گفت؟ شب و روز عبادت میکنم، از جای نماز دور نمیروم. دیگرش گفت من اصلا تا وفاتم با زنم خانه‌داری نمیکنم. این 3 تا گویم که پیشنهاد در پیش زن پیغمبر کردن و برآمده رفتن. پیغمبر خدا گفت من از خدا دیده، از شما دیده از خدا زیاد میترسم، لیکن هم عبادت میکنم، هم با زنهایم خانه‌داری میکنم و هم روزه میگیرم، روز دیگر با روزه میشکایم. خب و در دوام چی گفت؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی از همین سنت من پوش گرداند و از ما نیست. پس این دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکند که زن گرفتن سنت پیغمبر است. خب شما هم سنت چه فهمین؟ دلیل هاش ان شاء الله برای شما بلازم باشد گفتن میگیریم. خب در حالتی که خواستگارهای دختر شخصانی باشند که نماز نمیخوانند، زندگی را از روی دین اسلام و کتاب قرآن نمیبرند، لیکن نامشان مسلمان است، رازگی ندهد گناهگار میشود یا نه؟ اصلا یک شخص میاد خانه دختر ما و شما نماز نمیخوانند، لیکن وقتی میپرسیم برادرای عزیز شما نماز نمیخوانید، من مقصدم همین بود که دختر ما یک آدم نمازخوانه میدهم، شما نماز نخوانین، این چه خیل میشود؟ اگر گویند که بچم هیکون میلش آخه این دختری، اگر دختر تا در بچه من دهی بچم هم نماز خوان میشود، خودم هم نماز خوان میشوم، این حالت باید ما سخن اونا را رد نکنیم، اونا را دختر ما نمیدهیم، با برکات دختر ما اون اولاد که نماز خوان میشود خوش به حال ما و شما، این خوب میشود. خواهر عزیز شما در همین خیال اولاد اگر رفته و خانه که اصلا نماز نمیخوانند، لیکن دعوای به ایمانی ندارن، مقصد خدا را انکار نمیکنن، میگن که ما بنده خداییم، ما میخوانیم نماز، ما ان شاء الله میخوانیم، همین خیال عائله باشد، روید خواهر عزیز اونجا کوشش کنید اونا را اهل نماز کنید، در پیش خدا ثواب میگیرید. آیا با چنین شخصان با شوهر برآمدن یا انتظار شوند از خداوند طلب کنند که برایشان شخص مؤمن و مسلمان و با ایمان و نمازخوان را نصیب گرداند؟ اگر شما برای شوهر خوب کردن یا برای زنی خوب یافتن دائم باید دعا کنید که خدا برای شما زنی خوب دهد، خدا برای شما شوهر خوب دهد، این وظیفه جانی شماست. زیرا دادرای عزیز آیا شما زن نداره نمیدانید زنی گنده چیست، زنی خوب چیست؟ آیا خواهرها که شوهر ندارن نمیدانند شوهر گنده چی خیل شوهر است، شوهر خوب چی خیل شوهر است؟ حالا نمیدانید. اگر شما خواهید که فهمین
بیایم به سعدی مراجعت میکنیم. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. حضرت سعدی دعا کردن خدایا برای من زنی خوب نصیب بگردان، زیرا من میدانم که زنی خوب دلارام است. مقصد دل آرام میکند، وقتی آدم خوش میکند، مرد بی‌ضابطه نمیکند، مرد مورد حرمت و احترام قرار میدهد. خدایا من میدانم که زنی خوب این خیل عادت دارد و این خاطر خواهشم این است که برای من زنی خوب نصیب بگردان، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن خدایا به سوی تو از زنی بد پناه طلب میکنم و این خاطر دادر از شما هم زنی خوب طلب کنین. او حضرت سعدی میگفت که خدا رحمتشان کند، تیه پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. ببینید از پای افضالی که پا تا میزند، از همین خیل پای افضال در به پای افضال بودن خوب نیست میگوید. از زنی که خدا در نصیب تو اگر زنی گنده را گردانیدگی باشد، از این خیل زن در زن نداشتن بهتر بودن. بلای سفر به که در خانه جنگ، اگر خانه در جنگ باشد، نافهمی ها باشد، دائم در سفر باشم، این بهتر است بودن. ای خدای مهربان که همه بی زن ها را زنی خوب ده و خواهرای بی شوهر خدا صاحب شوهرهای خوب کند. ما هم خواهشمان همین از خدای مهربان همه شما موفق کنی. ولی یک حدیث پیغمبر است که مردکا 4 چیز داشته باشند، مردک خدا دادند. در یک معرکه گفتم، در دوشنبه یک معرکه بود، بعد یک برادر خیلی بدولت بود است پیش ما آمد و گفت حاجی در حقم دعا کن، مردمی غرم بود است. گفتن همین 4 چیزی که بیان کردیم ما 1 ساعت اطراف همین 4 چیز صحبت داشتیم. یک توی بود، گفتن 3 تاش در من هست و 1 تاش نیست. اگه گفتیم دعا کنی ان شاء الله خدا برای تو نصیب میکند. این 4 چیز، 1 تاش زنی خوب، 2 ماشینی خوب، 3 حولی خوب، 4 همسایه خوب. گو 3 تاش حولی دارم، گفت حاجی بابا که او طرف شدیده نمیتونی، اما حولی خوب دارم. گفت خانه های به خدا دارم، گفت که گویم همش نقشه های دبی های، بهترین خانه دارم. گفت ماشینم گفت امید ماشین امریکایی نو برآمده است که لکسوس، این همین گفت به نام خدا گفت پیشترین ماشینه. گفت حاضر همین ماشین حی میکنم. همسایه‌ام گفت به درجه عالی خوبه، اینه که زنی گنده دارم. انا همین 3 چیزش هست، زنی خوب نیست. گفت چهل کنیم ما خیلی دعا که ان شاء الله خدا با اخلاق شو و مثال گویم حرمت شو همه شو باز تبدیل دهد. گفته ان شاء الله با دعا تو پیروز میشوی. و این خاطر همین 4 چیز کدام مردی که باشد پیغمبر خدا گفتن اون مردک خدا داده، خدا داده است. اگر کدامی داشته باشین اكو به سوی پروردگار شکرانه کنید، کدامی ندارین چند تایش که در شما نباشد دعا کنین که خدا نصیب کنه. السلام علیکم داملای شیرین سخن محترم حاجی میرزا. من یک نفر مخلص همیشگی شما از ناحیه مؤمن آباد. ما کلین داریم برای وی، نه سخن شوهر قدر دارد، نه سخن خسور، نه سخن خوشدامن. چیزی را که خودش خواهد باید همان شود. التماس با ما گوید حال این کلین ما در آن دنیا چی میشوده باشد، امکانیت باشد التماس جوابش را زودتر گویید. اکن هر کسی که مثال خواهرای عزیز، من پریروز در یک نکاح بودم در همین شهر کولاب. وقتی خواستم نکاح را سر کنم، مادر عروس گفتن حاجی بابا التماس همین از حرمت شوهر بسیار گپ زدنده، همین قدر زنکا را بلند کنین. مثلا او دختردار بوده که مثلا اینجا دامادی ما هست، او میدانه که ما مثال درباره حقوق زن و شوهر خیلی سخن میدانیم و خیلی چیز آموختیم. در حال به خاطر دخترش اگه خدا خیرش دید همه خاطر دختر خودش میبیند. اما مثل تاجیکی ما کی دوغی خودش تروش میگن همتر یک مثل ها داریم. خواهشش همین بود، لیکن ما همون برابر برای اونا رسانیدیم، هم حق شوهر هم حق کلینه. برای این کلینه که اگر نافرمان باشد خواهر عزیز، این یقینا است به نام خدا در همین دنیا هم بدنامی. اکنون آخرتش من کو برای تو بیان نمیکنم، زیرا آخرتش خیلی و خیلی ناخوب است. لیکن در همین دنیا
از حساب همون دوگانه های خودت، همسایه های خودت، وقتی خوشتامنی تو، وقتی که گویم یانه های تو در پیش همسایه ها این رفتار بدی تو را وقتی که بیان میکنن، اگر خوشتامند هم که گذرن، عاقبت میگوین که این نفری بود که دعای خوشتامندش نگرفته. خوشتامند از اون نارضا بود، خسور از اون نارضا بود، یانه ها از اون نارضا بود. انا همین تو آینده منتظر شو. اگر همین برداشت داشته باشی، مرحمت تو بدی تا کردن بگیر. لیکن خواهر عزیز، هیچ وقت این عملهای بد شما دوام ندهین، بلکه اگر صدای من به گوش تو رسد و اگر ذره ایمان در وجود تو باشد، به جان و دل و شوهر تا حرمت، خسور و خوشتامند تا حرمت، دعاشون بگیر، آینده راحت تا تماشا کن. ببین که از فرزندا چی میبینی. انا همین روز اگر به حرمتی میکنی، فردا ولی ببین بعد چی میشود. بعد از دخترهات میبینی، از بچه‌هات میبینی. این که دنیا در عوض از عکس است. امروز ناحرمتی کردی، فردا تو حتمی در همین دنیا جزاش میبینی. السلام علیکم اکیداملا. ما در مزار حضرت سلطان در خاولین با یک شخص جنگی شدیم. او گفت که حاجی میرزا مردم را از زیارت مزارها منع کرده است. روید از او پرسید چرا اون مزار نمی آید. اگر زید نباشد بخشش داملا. اگر زید نباشد، اصلا اگر زیدی مزار نباشد چرا مزار نمی آید. اگر مرنگ هم متولیا وقتی خالی می داشتم، خدا خیرشان دهد، خدا نگهشان دارد. من همین تلفن، من همین برادران میدونم تلفنم یک کلندر دارد، به نام خدا ساعت خالی ندارد. به نام خدا ساعت خالی ندارد. بعضی آن که با ما درس تیار میکنم، بعضی آن که ما درس تیار میکنیم، ما برای جمعه تیاری میبینیم، ما حدیث حفظ میکنیم، آیات حفظ میکنیم. اگر در یک روز 4 معرکه هم گویم، به نام خدا در 2 تاش اشتراک میکنم، 2 تا دیگرش اشتراک نمیکنم به خاطر درسان. لیکن ما زیارت من نکردیم. ما زیارتی را من کردیم که اگر همان ذیلی که امروز در مزارها انجام می‌یابد. شما خدا ناز می‌دانید نه؟ بوسه کردن سنگ‌ها، مالیدن دست‌ها در سنگ‌ها، در درخت‌ها، شکیدن جارو در بدن‌ها، آوردن خاک و سنگ و دیگر برای خانه‌هاتون همچون شفا. شما در اینا گناهگار میشه. اینا را من کردم، من میکنم باز. من نکردم، این خدا و رسول من کرد. این قدری که خدا مرا همون کم تر غیرت داده است که همین را من با طریق اولا میگم. اگر چی مرا یک وقت این نسبت اینم سختگیری داشت تا حکومت شهر کشیده بودن، به نام خدا من گفتم از این سخن خدا پس نمیگردم. نادرست است، نادرست است تمام. حتی امروز چی چیزا ما را نمیگن. 3-4 جمعه به خاطری که شما در گرمی های مثال من آیت نخواندم بعد نماز، الله که اعلان شده از حاجی میرزا سلفی شده. ایره ببین ما مقصد من چیه؟ به خدا قسم مقصدم به نام الله در زیر آفتاب نبودن شما. ببینین الله که به گوشم رسانه آمده، حتی همین خیلی گفتن حاجی چی گپه، ما در تو اخلاص داشته، ما در تو محبت داشته، تو با پیروی سلفی ها شده. حالا که از ما با گوین که در مذهب تأخیر کم است آدم که این قدر ما شما را در حالت در مذهب میکنیم. اگر چی کدام علم داری برای دعای بعد نماز پیش من بیا، من برای تو چه دلیل های خوب میکنم. لیکن من این شب قبول ندارم. میلش ما برای شما دعا میکنیم، به خاطر شما دعا میکنیم. لیکن من دیدم 70 بچه‌ها در بیرون 70 داشته دیگه جا نیست. ما در بارانی ها دیده بودیم که من شما را میگفتم که روین سنتان از خانه‌تان نخوانید، زیر بارش نخوانید، به خاطر عذاب نکشید. برای همین برادر عزیز، ما بنده خدا هستیم، ما امت رسول الله هستیم. ما را فقط مرادمان دین هست، دین، دیگر هیچی نیست. به خدا قسم. برای همین هر چیزی که گویند شما همین قدر زیرک شوین، همین قدر ساده نشوین، همه چیز باور نکنید.
ما شکر خدا خیلی کوشش میکنم که با همه معامله داشته باشم. گفتی روزها خود من ایتا سریوزی نمیگیرم، عادی هستم به نام خدا. با همه معامله میکنم، به همه سلام میکنم تا که شما عرض دلتون در ما بیان کنین. چیزی داری در درونت گپ زن، نه ترس. باشه در من میگم بله من همین خیلی کمبودی دارم برادر عزیز. کمبودی ها ما به نام خدا بیان کنین. من یگان جای گناهش نیست. من همین بر میخوانمش با میگم که اصلاح شدم برادر عزیز. بعضی ها میگن که اگر تو سلفی نباشی چرا سلفی ها رو تنقید نمیکنی؟ ولی ببین رنگ نه برادر چی به مزار نمیای خیر. جالش که من وقت دارم دایم مثال یک رای خوالین 2-3 ساعت 2-3 ساعت دم 3 مرکه میگذرونم شاید 5-6 آدم نمازخوان شود گفته من. این برای من خوب نیست. حالا که صاحبای کتاب میگن یک آدم از زنده را زیارت کردن از مرده در افضلتر است. برای همین ما که در این منبر به خاطر سنگ زدن هیچ کس نیستیم برادر عزیز. اگه من قدرت ندارم که هر کس سنگ زدن گیرم، هر کس دشنام دادن گیرم. فقط دعا میکنم که خدا همه ما و شما را عقل سالم دهد، خدا اندیشه هامون خوب کند. و همیشه من برای همه شما بیان کردم یگانه چیزی که برادرای حتی بیرون از مسجد ما با او گفتگوها داشتیم، یگانه چیزی که امروز در بین ما اختلاف نمیشود، جنگ نمیشود، سبب کشاکش نمیشود، این پیرو به مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای همین برادر عزیز رسانه به اونها که حاجی میرزا میگوید که اگر هر شخصی که رفته همون زنها را ببینین، همون بچه آمده حکایت کردن. او روز یک برادرمون همینجا گفتن ماشینشان گفت ویران شدگی، یک توده زنها همونجا عذاب کشیدستن. کجا میره آنوخی؟ نخواه همین حضرت سلطان در برای او زیارت شوهرش خوب نباشه. کدام میگن زیارت حضرت سلطان از شوهر در افضل است؟ کامت همین علم داریم. حالا که حضرت سلطان در این جمع نیست، خدا رحمتش کنه. اون عذابی که در همون جمع کشید، آیا باریدم یک باره کمی دندانات نمایان که به طرف شوهرت 100 تمزار از زیارت کردگی، یک باره کمی خنده که طرف شوهرت، اینا که تو رفتی و دیر کردی، اینا شام دو بچه گفت بعد شام آوردمشان، اینا شوهر آمده در خانه گردی همون کودکا ده بیچاره نه چای نه آوای تا اوجا میرسی که نه آچاد میمونه نه آتا. چی میشه زیارتت؟ همتا نیست؟ گجا ده بدی فلان جا رفتم. آخ چیکار میکنی در اوجا؟ ما در اینجا تشنه و گرسنه، ما در اینجا از کار آمدگی. آخ نخواه حرمت که ما از او بالا نباشه. هیچ خدا خیرتون مطبع خدا بود.